сураи қаф яъне ғор дар Макка нозил шуд 110 оят ва 12 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. алҳамдулиллаҳи аллазӣ анзала ала абдиҳил китаба ва лам яҷъал лаҳу иважа. ҳамаи ситоиш худойро аст ки бар бандаи худ китоб фурӯ фиристод ва дар он ҳеҷ каҷӣ пайдо накард. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. آن را راست ساخت تا از عقوبت سخت آینده از نزد او بترساند و تا به مؤمنان که کارهای شایسته میکنند مژده آن را دهد که برای آنها مزدی نیک است. ماکثین فیه ابدا، که در آن همیشه باشندگانند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و تا کسانی را ترساند که گفتند خدا فرزند گرفته است. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. با این آنها را هیچ دانش نیست و پدرانشان را نبود. سخت است این سخنی که از دهانشان می براید، با جز دروغ چیزی نمی گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پس مگر تو اگر با این سخن ایمان نآورند از اندوه در پی آنها نفس خود را کشنده هستی؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. همانا ما هر چیزی را که در زمین است برای آن آرایش ساختیم تا آنها را امتحان کنیم کدام آنها نیکوکارتر است. و إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، و به درستی که ما هر چیزی را که بر وی هست میدانی همواری بیگیاه خواهیم ساخت. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا پنداشتی که اصحاب قف یعنی غار و رقیم معنی یکمش نوشته که بر دیوار غار بود، معنی دیگر نام دهه یا وادی و یا معنی سیوم نام سگ از جمله نشانه های ما شگفت‌آور بودند. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. به یاد آر که چون جوانان چند به سوی غار پناه بردند پس گفتند ای پروردگار ما بخشش از نزد خود به ما بده و در کار ما راهیابی را برای ما آماده ساز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پس سالیان چند در آن غار به گوش آنها پرده گذاشتیم یعنی خوابانیدیم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از دو گروه مقدار مدت را که دیرند کردند یاد داشته است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما خبر آنها را براستی بر تو میخوانیم. همانا آنها چند جوانان بودند که به پروردگار خویش ایمان آوردند و ما بر هدایت آنها افزودیم.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و بر دلهایشان رشته بستیم، یعنی دلهایشان را استوار ساختیم. چون ایستادند پس گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمان ها و زمین است، بجز وی خدای را هرگز نخواهیم پرستیدن، همانا آنگاه سخن دروغ گفته باشیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. این قوم ما بجز او خدایان گرفتند، چرا در ثبوت آنها دلیل روشن نمی آورند؟ پس کی ستمگرتر از کسی که بر خدا دروغ بربندد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. و چون این کافران و آنچه آنها بجز خدا می پرستند یکسو شود، پس به سوی غار آرام گیرید تا پروردگار شما بخشایش خود را بر شما فراخ کند و در کار شما منفعت را برای شما مهیا سازد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و آفتاب را ببینی وقتی که طلوع کند از غارشان به جانب راست میل کند و چون غروب کند از آنها به جانب چپ می گذرد و آنها در کشادگی غارند. این از نشانه های خدا است. هر کس که خدا به او راه نماید همان راه یابنده است و هر کس که خدا او را گمراه کند پس برای او هیچ دوستی راهنما نیابی. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. و آنها را بیدار پنداری و در حالی که آنها خفتند و آنها را جانب راست و جانب چپ میگردانیم و سگشان بر آستانه غار دو دست خود را کشاده کرده است و اگر بر آنها آگاهی میافتی البته از آنها گریزان روی میگردانیدی و از آنها به ترس فرا گرفته میشدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. چنان که خفتن آنها را نشانه ساختیم و همچنین آنها را برانگیختیم تا عاقبت با یکدیگر در میان خود سؤال کنند. گوینده از آنها گفت: چقدر دیرند کردید؟ گفتند: یک روز یا پاره از روز دیرند کردیم. باز گفتند: پروردگار شما به مقدار دیرند کردن شما داناتر است. پس از میان خود یکی را با این دیرم خود به سوی شهر بفرستید. پس باید که تأمل کند کدام یک از طعامهای این شهر پاکیزه تر است. پس از آن خوردنی به شما بیارد و باید که به سبکی و هوشیاری رفت و آمد کند و از حال شما هیچ کس را خبردار نکند. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. به درستی که این کافران اگر بر شما قدرت یابند شما را سنگسار کنند یا در دین خود بازارند آنگاه هرگز رستگار نخواهد شد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و همچنین مردم را از حال آنها خبردار گردانیدیم تا بدانند که وعده خدا راست است و آن که در قیامت هیچ شبهه نیست. وقتی که آن مردم در میان خود درباره آنها نزاع می‌کردند پس گفتند: بر در غارشان خانه عمارت کنید. پروردگارشان به حال آنها داناتر است. پس آنان که بر کار آنها قدرت یافتند گفتند: البته بر در غار آنها مسجد بسازیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. خواهند گفت: اصحاب قف 3 کسند و چهارمشان سگشان است و جمع خواهند گفت 5 کسند و ششمشان سگشان است. گفتار از روی پندار غایبانه است. و نیز میگویند 7 کسند و هفتمشان سگشان است. بگو پروردگار من به شمار آنها داناتر است، بجز اندک کسی آنها را نمیداند. پس درباره آنها بغیر از گفتگوی سرسری گفتگوی مکن و در باب آنها هیچ کسی را از کافران سؤال مکن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. و درباره چیز مگو که آن را البته فردا خواهم آورد. إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر آن که گویی خدا خواهد، یعنی بگو خواهم کرد انشاءالله تعالی. و وقتی که فراموش کنی، یعنی انشاءالله گفتن را فراموش کنی، سپس به یاد آری پروردگار خود را یاد کن و بگو امید است که پروردگارم مرا به راه راست نزدیکتر از این هدایت کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و در غار خود 300 سال دیرن کرده بودند و 9 سال دیگر افزودند. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بگو خدا به مقداری که دیرن کردند داناتر است. علم غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. چقدر بینا و چقدر شنوا است. آنها را به جز وی هیچ کار سازه نیست و در حکم خود هیچ کس را شریک نمی گیرد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. و آنچه را بخوان که از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی فرستاده شده است. سخنان او را هیچ تبدیل دهنده نیست و به جز وی هیچ پناه هرگز نیابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و خود را با کسانی به شکیبایی یا صبر نگاه دار که پروردگار خود را به صبح و شام یاد می کنند و روی او را می خواهند، یعنی رضای او را. و باید که چشمهای تو در طلب آرایش زندگانی دنیا از آنها در نگذرد و آن کس را فرمان مبر که دل او را از یاد خویش غافل ساخته ایم و خواهش خود را پیروی کرده است و کار او از حد گذشته است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. و بگو این سخن راست از پروردگار شما آمده است. پس هر کی خواهد ایمان آورد و هر کی خواهد کافر شود، همانا ما برای ستمگران آتش مهیا کرده ایم که سراپرده هایش آنها را فرا می گیرد و اگر فریاد کنند به داد آنها با نشانیدن آب مانند میس گداخته رسیده شود که راه ها را بریان کند. آن بعد آشامیدنی است و دوزخ بعد آرامگاه است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. به درستی آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، همانا ما مزد کسی را که کار نیکو کرده است تباه نمی کنیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من
سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برای آنها بوستان‌های همیشه ماندن است. زیر آنها جایها روانند. در آنجا با دستوانه‌های از زر ساخته شده پیرایه بسته شوند. جامه‌های سبز از دیبای نازک و دیبای محکم بپوشند. آنجا بر تخت‌ها تکیه زنند. این نیک جزا است و بهشت نیک و آرامگاه است. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. و برای آنها مثل دو مرد را بیان کن که به یکی از آنها دو بوستان از تاک‌های انگور دادیم و گرداگرد آن درختان خرما و در میان این دو بوستان کشتزار پیدا کردیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هر دو بوستان میوه های خود را آورد و از میوه هیچگاه کم نمی شد و میان آنها جای آب جاری ساختیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. و او را میوه های بسیار بود. پس به همنشین خود که با او گفتگو میکرد گفت من از تو در مال بیشترم و به حشم غالبترم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. و او بر خویش ستم کرده به بوستان خود در آمد. گفت نمی پندارم که این بوستان هیچگاه هلاک شود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و گمان ندارم که قیامت برپا شود و اگر بالفرض به سوی پروردگار خود بازگردانیده شوم همانا جای بازگشت بهتر از این بوستانها خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. همنشین او که با وی گفتگو میکرد به او گفت آیا به آن خدای کافر شدی که تو را از خاک سپس از نطفه پیدا کرد و سپس تو را به صورت مرد در آورد؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن من اعتقاد دارم که خدا پروردگار من است و با پروردگار خود هیچ کس را شریک مقرر نمی کنم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. و چرا چون به بوستان خود در آمدی نگفتی آنچه خدا خواسته است شد؟ هیچ توانی نیست مگر به خدا. اگر مرا میبینی که در مال و فرزند از تو کمترم. فعسى ربي
أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. پس شاید که پروردگار من بهتر از بستان تو به من بدهد و شاید که در بستان تو عذاب از آسمان فرستد پس زمینی به گیاهی لغزنده گردد. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا آب آن فرو رفته شود پس نتوانی آن را جستن. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. و میوه های آن به عقوبت احاطه کرده شد، یعنی به آنها آفت رسید. پس بامداد به حسرت آنچه در عمارت آن خرج کرده بود دو دست خود را میمالید و آن بناهای بستان بر سقف‌های خود فرو افتاده بود و می گفت ای کاش هیچ کس را با پروردگار خود شریک مقرر نمی کردم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. و برای او بجز خدا هیچ گروه نبودند که به او یاری دهند و خود انتقام گیرنده نبود. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آنجا ثابت شد که کارسازی از آن خدای برحق است، وی به ثواب دادن بهتر است، فرجام وی نیکوتر است. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. و برای آنها مثل زندگانی دنیا را بیان کن که آن مانند آب است که آن را از آسمان فرو فرستادم و به سبب آن رستنی زمین در هم پیچید. پس آخری کار در هم شکسته شد که آن را بادها پراکنده می ساختند و خدا بر همه چیز توانا است. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان آرایشی زندگانی دنیا است و نیکی های پاینده شایسته نزد پروردگار تو از روی ثواب بهترند و از روی امید داشتن خوبترند. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. و آن روز که کوه‌ها را روان کنیم و زمین را ببینی آشکار شده و مردم را جمع سازیم پس از آنها هیچ کس را نگذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. و آنها صف کشیده پیش پروردگار تو روبرو آورده شوند. گویم به درستی همچنان که شما را بار اول آفریده بودیم پیش ما آمدید، بلکه میپنداشتید که برای شما وعدگاه نخواهیم ساخت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و نامه اعمال در میان نهاده شود. پس گناهگاران را ببینی که از آنچه در نامه است ترسانند و میگویند ای وای بر ما، این چه نامه است که هیچ گناه خرد و بزرگ را نمیگذارد مگر این که آن را فرا گرفته است و هرچی کرده بودند حاضر بیابند و پروردگار تو بر هیچ کس ستم نکند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و یاد کن چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از جن بود، پس از فرمان پروردگار خود بیرون شد. ای مردم، آیا او و فرزندان او را به جز من دوست میگیرید و حال آنکه آنها به شما دشمنند؟ شیطان برای ستمگران بد عوض است. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. آنها را هنگام آفریدن آسمان ها و زمین و هنگام آفریدن خودشان حاضر نکرده بودم و من گمراهان را مدد گیرنده نیستم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و روزی که خدا گوید ای مشرکان، شریکان مرا که گمان می نمودید که خدایند ندا کنید، پس آنها را ندا کنند و آنها ندایشان را اجابت نکنند و در میان آنها جای هلاکت ساختیم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. و گناهگاران آتش را ببینند و بفهمند که آنها در آن افتادگانند و از آن جای بازگشتن نیابند. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. به درستی که در این قرآن برای مردم هر گونه مسئله بیان کردیم و آدمی بیشتر از همه چیز خصومت دارد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. و مردم را چون هدایت به آنها بیامد چیزی از آن باز نداشت که ایمان آورند و از پروردگار خود طلب آمرزش کنند مگر انتظار آن که به آنها روش پیشینیان بیاید یا عذاب به آنها روبرو بیاید. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا
آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیغمبران را بجز مژده دهنده و ترساننده نمیفرستیم و کافران بیهوده خصومت میکنند تا به سبب آن سخن حق را بلغزانند و آیتهای من و چیزی را که به آن ترسانیده میشوند تمسخر گرفتند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. و کیست ستمگرتر از کسی که به آیتهای پروردگار خویش پند داده شود پس از آن روی گرداند و آنچه را که دو دست وی پیش فرستاده است فراموش کند. به درستی که ما بر دلهایشان پرده ها نهاده ایم تا قرآن را نفهمند و در گوشهایشان گرانی ساختیم و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی آنگاه هرگز راه نیابند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. و پروردگاری تو آمرزنده خداوند رحمت است. اگر آنها را به آنچه کردند بازخواست میکرد به شتاب عذاب را به آنها میفرستاد بلکه برای آنها مهلت معینی هست که این طرف از آن پناه نیابند. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و آن دهه ها را چون ستم کردند هلاک کردیم و برای هلاکشان مهلت معین کردیم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. و یاد کن چون موسی به نوجوانی همراه خود گفت همیشه راه می روم تا آنکه به محل جمع شدن دو دریا برسم یا مدت‌های دراز راه بروم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پس چون به محل جمع شدن دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند. پس ماهی در دریا مانند نقب راه خود را پیش گرفت. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پس چون گذشتند موسی به نوجوان خود گفت برای ما طعام چاشت ما را بیار همانا از این سفر خود رنج یافتیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. گفت آیا دیدی چون به آن سنگ تکیه کرده آرام گرفتیم پس من ماهی را فراموش کردم و از آن که قصه آن را یاد کنم بجز شیطان کسی مرا فراموش نساخت و ماهی به طور عجیب در دریا راه خود را پیش گرفت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسی گفت این همان چیزی است که می جستیم پس بر نشان قدم های خود جستجو کنان بازگشتند.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس بنده از بندگان ما را یافتند که به او رحمت از نزد خود داده ایم و به او علم از نزد خود آموخته ایم، یعنی خضر را یافتند. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا پیروی تو کنم به شرط آن که از هرچی از راهیابی آموخته شدی مرا بیاموزانی. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت به درستی که تو با من صبر کردن نتوانی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چگونه بر چیزی شکیبایی کنی که آن را از روی دانش فرا نگرفته ای؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. گفت اگر خدا خواسته است مرا شکیبا خواهی یافت و با تو در هیچ فرمان خلاف نکنم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. گفت اگر پیروی من میکنی پس از هیچ چیز از من سوال مکن تا آنکه خود از حال آن برای تو بیان آغاز کنم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس راه رفتند تا وقتی که بر کشتی سوار شدند. خضر آن را شکاف کرد. موسی گفت آیا کشتی را شکاف کردی تا اهل آن را غرق کنی؟ به درستی که چیز عظیم را آوردی. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت آیا نگفته بودم که تو با من هرگز شکیبایی کردن نتوانی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی گفت مرا با آنچه فراموش کردم بازخواست مکن و در کار من سختی را بر سر من مانداز. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پس راه رفتند تا وقتی که با نوجوان برخوردند. خضر او را بکشت. موسی گفت آیا شخص پاک را به غیر قصاص شخص کشتی؟ براستی که چیزی ناپسندیده آوردی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت آیا به تو نگفته بودم که تو با من هرگز شکیبایی کردن نتوانی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی گفت اگر بعد از این چیزی را از تو بپرسم پس با من صحبت مکن، همانا تو از جانب من معذور خواهی بود. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
پس راه رفتند تا وقتی که به اهل دهه آمدند. از اهل آن دهه طعام طلب کردند. اهل آن دهه خودداری نمودند که آنها را مهمانداری کنند و در آنجا دیوار یافتند که فرو افتادنی بود. پس خضر آن را راست کرد. موسی گفت اگر می‌خواستی همانا بر تعمیر این دیوار مزد می‌گرفتی. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. گفت این در میان من و تو جدایی است. تو را به سر آن چیزی که خبر خواهم داد که بر آن شکیبایی کردن نتوانستی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما کشتی از آن بینوایان چند بود که در دریا کار میکردند. پس خواستم که آن را معیوب کنم و پیش روی آنها پادشاه بود که هر کشتی درست را به زوری می گرفت. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. و اما آن نوجوان پدر و مادرش مؤمن بودند. پس از آن ترسیدیم که مبادا در سرکشی و کفر به آنها غالب آید. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. پس خواستیم که پروردگارشان از روی پاکیزگی بهتر و از روی مهربانی نزدیکتر از وی به آنها عوض دهد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در شهر بود و زیر آن گنج از آنها بود و پدرشان نیکوکار بود. پس پروردگار تو خواست که این نوجوانان به نهایت قوت خویش یعنی به سن جوانی برسند و گنج خود را برآورند و این از روی مهربانی پروردگار تو است و من آن را برای خود نکردم. این سری آن چیزی است که بر آن صبر کردن نتوانستی. و یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. و تو را از ذوالقرنین سؤال میکنند. بگو برای شما از حال وی خبر خواهم خواند. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. به درستی که ما به او در زمین دسترسی دادیم و به او در هر چیز سامان دادیم. فأتبع سببا. پس در پی سامان افتاد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا آن که به محل فرو رفتن آفتاب رسید و آن را چنین یافت که در چشمه گیل و لای فرو می رود و نزد آن چشمه گروه را یافت. گفتم ای ذوالقرنین اختیار به دست توست، یا عذاب کنی یا در میانشان معامله نیکو بگیری.
یعنی و این کنایت از قدرت او بر این دو کار است. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. گفت اما کسی که ستم کرده است پس او را عذاب خواهم کرد، سپس به سوی پروردگار خویش بازگردانیده شود، پس او را عذاب سخت کند. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. و اما آن کس که ایمان آورد و کاری شایسته کرد پس او را حالت خوش پاداش است، پس در باب او به فرمان خویش سخن آسان خواهم گفت. ثم أتبع سببا. باز در پی سامان افتاد حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا وقتی که به محل برآمدن آفتاب رسید چنین یافت که آن بر گروه برمی آید که برایشان این طرف از آفتاب هیچ پرده نساخته ایم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. با آنها نیز همچنان کرد و به درستی که ما آنچه را که از روی خبرداری نزد وی بود فرا گرفته ایم. ثم أتبع سببا. باز در پی سامان افتاد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. تا وقتی که به میان دو کوه رسید در نزد آن کوه قومی را یافت که نمی توانستند سخن بفهمند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتند ای ذوالقرنین، به درستی که این یأجوج و مأجوج در زمین فساد کنندگانند، پس آیا برای تو باج مقرر کنیم به شرط آن که در میان ما و آنها سد بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. گفت آنچه پروردگار من مرا در آن دسترس داده است بهتر است، یعنی بیشتر از آن است که شما می خواهید، پس مرا به زور و بازو مدد کنید تا میان شما و آنها سد استوار بسازم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. پیش من پاره های آهن بیارد. تا وقتی که ما بین آن دو کوه برابر شد گفت آتش بدمید تا آن که آن آهن را آتش گردانید. گفت روی نیگو دختر را پیش من بیارد تا بالای این بریزم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پس یأجوج و مأجوج نتوانستند بر آن بالا روند و آن را سوراخ کردن نتوانستند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. گفت این رحمتی از پروردگار من است، پس چون وعده پروردگار من بیاید یعنی قیامت نزدیک شود آن را هموار کند و وعده پروردگار من راست است.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا و آن روز بعضیشان را بگذاریم که در بعضی دیگر در هم آمیزند و در سور دمیده شود، پس همه آنها را به طور به هم آریم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا و آن روز دوزخ را پیش کافران آشکارا روبرو آریم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا آنان که چشمشان از یاد من در پرده بود و سخن شنیدن نمیتوانستند، یعنی از شدت بغض. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا آیا کافران پنداشتند که بندگان مرا بجز من دوست بگیرند، موجب عقوبت نخواهند شد؟ همانا ما دوزخ را برای کافران جای فرود آمدن آماده کرده ایم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بگو آیا شما را به آن کسان خبردار کنم که از روی عمل زیانکارترین مردمند؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آنها کسانی اند که کوشش آنها در زندگانی دنیا تباه شد و آنها گمان دارند که در عمل نیکوکاری میکنند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آنها کسانی اند که به آیت‌های پروردگار خویش و به ملاقات او کافر شدند، پس اعمالشان نابود شد و روز قیامت برایشان هیچ وزن برپا نخواهم کرد. یعنی این کنایت از خواری و بیقدری است. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا حال آن است به سبب آن که کافر شدند و آیت‌های من و پیغمبران مرا به تمسخر گرفتند، جزایشان دوزخ باشد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا به درستی برای آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند جای مهمانی بستانهای بهشت باشد. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا در حالی که آنجا جاویدان باشند، از آنجا بازگشتن نخواهند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بگو اگر دریا برای نوشتن سخنان پروردگار من سیاهی باشد، البته دریا پیش از آن تمام شود که سخنان پروردگار من آخر شوند، یعنی سخنان پروردگار پایان نمیپذیرند، اگرچه مانند آن دریای دیگر به مدد بیارم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بگو جز این نیست که من هم مانند شما آدمیم
ба сӯи ман ваҳӣ фиристода мешавад ки худои шумо ҳамон худои якто аст. пас ҳар кӣ мулоқоти парвардигори худро умед дорад бояд ки кори писандида бикунад ва дар ибодати парвардигори хеш ҳеҷ касро шарик наорад.